دوستان درخواست کردن که چند تا دیگه از تکیه ها رو با هم تمرین کنیم، چند مدل دیگه تمرین داشته باشیم. برای تکیه ها من تا از این از محاسبات هم کردیم تو این ویدیو تقدیم حضورتون میکنیم. اول میخوایم با هم دیگه یه سری انگشت گذاری ها رو تمرین کنیم با قالب های مختلف و اینکه تو همین قالب ها تکیه بزنیم. ساده ترین مدلی که بزنیم بکار، یعنی میزنیم ر می فا سل لا. فقط به گرد بودن انگشت ها توجه داشته باشین. انگشت چهارم رو اینجوری نذارین رو سیم که سیم پایینی رو بگیر، انگشت گرد میشه که سیم پایینی آزاد باشه. دوباره میزنیم ر می فا سل لا سل فا می، ر می فا سل لا سل فا می. میتونید ذره ذره اینو تندش کنیم. حالا تو همین تکیه بزنیم ر می فا می فا سل فا سل 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 فا سل فا می فا می ر می ر. همه چی بکار. قالبون رو بذاریم با فا دیز، یعنی اول سادهش رو دوباره تمرین کنیم. ر می فا دیز سل لا سل فا می. حالا با این تکیه میزنیم ر می فا می با فا دیز فا سل فا سل لا سل سل لا سل فا سل فا می فا می ر می. بذاریم با می بمول، می بمول فا بکار. قالبش ر می، دست بره انگشت بره عقب، دست حرکت نکنه. ر می فا سل لا سل فا می ر. با تکیهش ر می فا می فا سل فا سل لا سل سل لا سل. می بمول و فا دیز. اول قالبش رو در بیاریم. ر می فا سل لا سل فا می ر می فا سل لا سل فا می ر. با تکیهش قالبش با تکیه. با می بکار، فا بکار، سل دیز بر لا. قالبشو بزنیم میشه ر می فا سل دیز لا سل فا می ر می فا سل لا سل فا می ر ر می فا می فا سل فا سل 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 فا سل فا می فا می ر می ر. و اینکه روی همه سیما میتونید اینو تمرین کنین. حالا میتونین ترکیب دو تا سیمو بذاریم، یعنی مثلا بذاریم همه چی بکار از سیم ر تا ر. ر اول قالبش روی این تکیه بزنیم. تو این دوباره فا دیز اضافه کنیم، دو دیز، سی بمول و اینکه قالب‌های مختلف رو میتونین ازش در بیارین و ذهن اول که قالب درست رو پیدا کنه، درک کنه، بعد که تو انگشتتون جا افتاد بتونین تکیه ها رو بهش اضافه کنین و حتما سعی کنین اول با سرعت پایین بزنید جای درست انگشت پیدا بشه و ذره ذره سرعت پایین مایتر. تو ویدیو قبلی گفتم، تو این ویدیو هم میگم، تو همه ویدیوها این نکته خواهم گفت که هدف از تو این ویدیوها خدمت و کمک کوچیکمون دست از عزیزانی هست که دسترسی معلم و کلاس ندارن. درخواست کردن، ما اطاعت امر کردیم، حاضر کردیم، وگرنه هیچ گونه ادعایی پشت هیچ کدوم از این فیلم ها و ویدیوها وجود نداره.